در حدیث آمده که لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا سرنوشت رو عوض میکنه. سرنوشت یک انسان به بدی ها نوشته شده، به ذلت ها نوشته شده، دعا میکنه. دعا به برکت دعا الله سرنوشتش رو عوض میکنه. هیچ چیزی به اندازه دعا سرنوشت انسان رو عوض نمیکنه. دعا رو انشاءالله محکم بگیریم و دعا خسته نشیم. بدونید دعا طرف حسابمون خداست، یا فوراً میده یا بنا به حکمتش با یک تأخیر میده، یا در عوض اون دعا الله بلا و مصیبتی رو از زندگی ما دور میکنه. و برای همدیگر و برای کل امتم دعا کنید. امام غزالی رحمت الله تعالی علیه میگه کسی که روزی 5 وقت 5 بار برای امت دعا کنه، برای کل امت دعا کنه، الله به خودم رحم کن، به کل امت رحم کن، الله منو مغفرت کن، کل امت رو مغفرت کن، الله بلا و مصیبت رو از من دور کن، از کل امت دور کن. اینطور دعاهای 5 بار برای امت در طول روز بکنه، قبل از مردن الله او رو به آخرین حد ولایت و دوستی خودش میرسونه.